سلام دوستای عزیز، انشالله به زودی پرورش بلدرچین را برای شما ویدیوهایش آغاز میکنم. فعلا ببینیم که بلدرچین بسیار یک پرنده زیبا و پرمفید می باشه که هم از گوشت از او میتونیم استفاده بکنیم. گوشت بسیار قوی و لذیذ داره و هم از تخمش استفاده کرده میتونیم که تخم بودن هم برابر تخم مرغ قوی است. ببینیم که بلدرچین چقدر یک پرنده زیبا و دلنشین است و در حین حال که انسان وقتی که بلد شوه باز دیگه بارامی ساتری میکنه و از پیشت فرار نمیکنه. ببینیم کم هزینه ترین پرنده که سراغ داریم بلدرچین است. پرنده زیبا و گوشت بسیار ویتامین دار و قوی و در حین حال رشد بسیار سریع هم داره که وقتی که ما با طریقهش با کلان کردنش پرورشش آگاهی پیدا کنیم باز میتونیم که بسیار زیبایی را پرورش بدیم. سعی کنیم این هم نمونه ای از بلدرچین. سعی کنیم که یادرا یا که ما بلد شدین فرار نمی کنن. پرنده دیگه فعلا این بلدرچین ها که هست سال مایشان بالا رفته. انشالله باز بلدرچین های تازه را در براتان معرفی میکنم. ماشاءالله دیگه یا از 200 گرم گوشتشان بالاست.